سلام دوستان عزیز، امروز میخوام دوخت پرده مینیمال رو بهتون آموزش بدم. لطفاً با من همراه باشین. خب، دوخت پرده مینیمال، اولین کاری که میکنیم ما میایم بغل دوزی میکنیم. 2 سانت بغل رو دوخت میکنیم، به این شکل لبه رو نیش میدوزیم، یعنی 2 سانت تا میدیم، بغل دوزی میکنیم 2 طرف کارو. بعد اینکه بغل دوزی کردیم، من بغل دوزی ها رو تو دوخت پانچ و دوخت پلیسه آموزش دادم به چه شکله. اگه بغل دوزی بلد نیستین لطفاً بریم ویدیوهای پانچ یا پلیسه رو ببینید که بغل دوزی ها رو متوجه شین به چه شکل بغل دوزی میکنن. 2 سانت بغل دوزی کردیم، میریم سر وقت نوار دوزیمون. نوار پرده مینیمال رو میخوایم دوخت کنیم. پس اولین کاری که میکنیم 2 بغل دوزی 2 سانت بغل دوزیمون انجام میدیم. دوستانی هم که اگه بغل دوزی رو ندیدن لطفاً برن آموزش پرده پلیسه یا پانچ رو ببینن که توش بغل دوزی رو ما انجام دادیم. اولین کاری که میکنیم لبه رو یه تا میزنیم، لبه پرده رو یه تا میزنیم به این شکل، یه سانتا میزنیم، میذاریم زیر چرخ. یه سرقایمه اول کار میزنیم. دوستان، تور زیرو یا پارچه رو یه هوا میکشین، نوار پرده رو میذارین نوک کار، نوار رو میذارین نوک کار. لبه نوار با لبه پردهتون یا پارچهتون باید توی راستا باشه، مساوی باشه. به این شکل شروع میکنیم به دوختن. پس پارچه زیرو یه هوا میکشین، نه زیاد نه کم، یه هوا پارچه رو میکشین، نوار رو شل میذارین رو نوک نبه نوار پرده رو با لبه پارچه رو با هم توی راستا قرار میدین. توی سمت با دست سمت راستتون پارچه رو میکشین، با دست سمت چپتون تو راستای میزتون قرار میدین، نه بالا نه پایین، به این شکل. سعی کنین لب دوزی کنین. پس دست و قسمت زیر رو یه هوا میکشین، نوار پرده رو میذارین روی کار، به این شکل آروم دوخت میکنین. دوباره همین روش زیر رو یه هواش میکشین، نوار رو یه هوا شل میذارین، لبه کار رو مساوی قرار میدین به این شکل. دوباره همین روش دوباره زیر رو یه هوا میکشین، پارچه رو میذارین لبه کار، با دست سمت راست میکشین، با دست سمت چپ فقط پارچه رو نگه میدارین. 2 پارچه رو نگه میدارین، با دست سمت راست میکشین. حتما هم سعی کنین لبدوزی کنین کارتون رو. نگاه کنین اگه زیر کار رو شما نکشین، قسمت پارچه‌تون رو نکشین، زیر کار به این شکل صاف در نمیاد، کیس میخوره. پس حتما باید زیر کار رو یه هوا بکشین، روی کار رو یه هوا شل نگه دارین. خیلی ساده است، هیچ کاری نداره. دوخت پرده مینیمال مثل همون ساده دوزی خودمونه.
میایین شما یه 2 سانت بیشتر نوار رو میبرین، لبه کار رو دوباره میان یه تا میزنین، یه تا 2 سانت تا میخوره. سعی کنین 2 سانت نوار پرده‌تون رو همیشه بیشتر بگیرین. یه سرقائمی میزنین، این پرده‌ای که میبینین پرده ویترینه، من به خاطر همین اضافه‌شو نبریدم. خب دوستان، پرده رو میذارین زیر چرخ، یه سرقائمی میزنین لبشو، با دست سمت راست شما نوار پرده رو نگه میدارین، با دست سمت چپتون به این شکل میکشین، ناگهان رو پارچه میکشین که زیر نوارتون کیس نخوره. با دست سمت راستتون لبه نوار رو نگه میدارین، با دست سمت چپتون پارچه رو میکشین، میان قسمت پایین کار به این شکل. نگاه کنین. وقتی من با این دست میام میکشم زیر کارو، یعنی اگه زیر پارچه یه خورده چروک داشته باشه یا پارچه اضافه باشه میکشه زیر کارو، نمیذارم این زیر پارچه اضافه چروک خورده باشه. به این شکل با دست سمت راست لبه نوار رو من به این شکل گوشه نوار رو نگه میدارم، با دست سمت چپ انگار دارم پارچه رو لمس میکنم. اینم انتهای کارم. دوختمون انجام شده به این شکل، خیلی مرتب.